17 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا سفاروف علی خان شریپوویچ سال تولدش 1957 ساکن نویه همدانی هنگام حرکت در روی ماشینگرد خوولینگ واسه واقع در دهه سفید چارک جماعت دیهات لاهوتی نویه خوولینگ از اوده دوره واسطه نقلیات نبر اومده پیادهگرد خرسال امیدجان عبدالفیزاده سال تولدش 2010 ساکن همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه خرسال امیدجان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینو با عریضه مرد 42 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 17 ایول سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل автомاشین شخصیش تمغه مرسدس بنز که در نزد طرفخانه به نظارت می ایستاد یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ که ارزشش 3200 تومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا مرد 27 ساله ساکن نویه رودکی که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همین طریق نامبرده 17 ایول سال 2023 با روی پنهانی از داخل автомاشین شخصی مرد 43 ساله ساکن پایتخت تمغه اوپل زفیره که به نظارت می ایستاد یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ 80 که ارزشش 3500 تومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. از روی حادثه و مذکور تفتیشات ادامه دارد.